راجع به همستر صحبت بکنیم. این برنامه 2 بخش داره. یکی در رابطه با یک تپر هست، یک کده که خودش تپ میکنه، دیگه لازم نیست شما موتور رو ببندید دور انگشتتون اینجوری میذارین، کامپیوتر خودش کار رو انجام میده راحت. اما بخش دوم مهمتره که میخوایم بریم راجع به خود پروژه همستر صحبت بکنیم. قبل از این باشه، خب الان یک همستر شیپ شده کچل داده ما، جالبه، نوع مارکتینگشون بسیار جالبه. حالا ما باید داره شروع میکنه به کار کردن. بریم اینجا ببینیم چه خبره. بریم ببینیم که توی این همستر کاببک ساخت. 1,000,000 کوین برای ما اینجا ساخت. پشمای همسترم در آمد دیگه، کچل نیست و این داره کار میکنه. اونجا هم که داریم میبینیم داره کار میکنه. صورت اتوماتیک